مطالبی که در صدد بیان آن هستیم تماماً برگرفته شده از قرآن کریم هستند، کتابی که مستقیما کلام خداوند است و طی بیش از 1400 سال تغییر نیافته است. این جمله که کلام خداست ادعای سنگینیه، بدون دلیل یا با پیدا شدن تنها یک تناقض یا اشتباه در کتابی که مستقیما کلام خداست ادعای کلام الهی بودن اون رو با ابهام جدی مواجه میکنه. بذارید کمتر صحبت کنیم و این کتاب رو تحت آزمایش قرار بدیم. در 23مین سوره قرآن، سوره مؤمنون، از آیه 12 تا آیه 14 خداوند از ماهیت شکلگیری جسم انسان درون تاریکی های رحم توصیف دقیقی ارائه میکنه. این توصیف این گونه آغاز میشه: سپس او را در قرارگاهی استوار نطفه‌ای قرار دادیم. سپس نطفه را به خون بسته‌ای تبدیل کردیم. آنگاه خون بسته را به صورت گوشت پاره‌ای درآوردیم. آنگاه گوشت پاره را استخوان‌هایی ساختیم. بر آن استخوان‌ها گوشت پوشاندیم. آنگاه او را به آفرینش دیگری آفریدیم که در اینجا شکل نهایی ترکیب انسان صورت بندی میشه. در قرن 21 به آسونی میتونیم بگیم که این آیات فرایند تحول آفرینش رو طبق ترتیب زمانی درست و دقیق بیان میکنند. اما چیزی که ما باید به طور ویژه به اون توجه کنیم توصیف مرحله دومه که مرحله تحول گوشتپاره یا به اصطلاح علمی رویان رو توصیف میکنه. در ابتدا میدونیم که برای بیان گوشتپاره واژه علقه به کار رفته. واژه علقه بر اساس لغتنامه دهخدا و حتی در لغتنامه های انگلیسی 3 معنا داره. 1. خون بسته، قطعه خونی غلیظ و جامد. 2. آویزش، چیزی که از روی چیز دیگری آویزون شده. و 3. زالو، علقه همون زالوه که خون رو میمکه. خب این 3 معنی چه ارتباطی میتونند با رویان یا گوشتپاره‌ای که قرآن اون رو علقه نامیده داشته باشند؟ چرا خداوند از این مرحله به عنوان علقه نام برده؟ آیا مقصود از گوشتپاره میتونه معنی اول یعنی لخته خون باشه؟ خب نظر شما چیه؟ در هفته 3 فرایند تحول جنین، لوله‌ای قلبی با غشای خونی یکی می شود تا نخستین سیستم غشای قلبی را شکل بدهد. در پایان هفته 3 خون پخش شده و در روز 21 قلب به کار می افتد. نخستین چیزی که در مورد معنای آویختن یک چیز روی چیز دیگری یا آویز به ذهن میرسه همون بند نافه. ولی ما نمیتونیم این مثال رو به کار ببریم چون به مرحله دوم اشاره میکنیم قبل از اینکه جنین شکل گرفته باشه. اما امروزه اثبات شده که بند ناف از ساقه اتصال تشکیل شده و ساقه اتصال نیز با آغاز شکلگیری گوشتپاره دقیقاً در مرحله علقه شکل میگیره. جان آلن و بیورلی کرایم نیز ساقه اتصال گوشتپاره رو دقیقاً به عنوان ساقه‌ای که جنین در حال شکلگیری در رحم به اون آویزان میشه توصیف کردند. پس گوشتپاره آویزان میشه و تا حد زیادی نیز شبیه خون بسته است. اما چطور معنی 3 علقه یا همون زالو میتونه با گوشتپاره ارتباط داشته باشه؟ تصویر الف ترکیب گوشتپاره رو در روز 23 نشون میده. تصویر ب زالو رو نشون میده. در این مرحله حجم گوشتپاره از اندازه 1 دانه گندم بیشتر نیست. این تصویر اشعه ایکس از گوشتپاره در روز 25. این هم ساختار درونی زالوه. دیوانه کننده است، ولی هنوز چیزی ندیدید. این سر رویان یا گوشتپاره در روز 22.
جزئیاتی که دارید میبینید امکان نداره بتونید با چشم غیر مسلح اونها رو ببینید. دیدن اینها بدون استفاده از میکروسکوپ های قوی غیر ممکنه. این هم انتهای خلفی زالوئه. کلماتی که بتونه اینها رو توصیف کنه وجود نداره. فقط میتونیم بگیم دیوانه کننده است. تکرار میکنم که عکس هایی که دیدید امکان ندارند که با چشم انسان دیده بشه. حتی غیر ممکنه که عقل بشری انتظار اونها رو داشته باشه. باید تأکید کنم که آیاتی که براتون خونده شد 1400 سال قبل بر انسانی که خوندن و نوشتن نمیدونست صلی الله علیه و سلم نازل شده. واقعاً این میتونه سخنان کسی غیر از خداوند باشه؟ The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. آیاتمان را در آفاق و در خودشان به آنان خواهیم نمود تا برایشان روشن شود که آن حق است.